املاکی کلاهبردار شارلاتان دزد. اوکی باشه، هر آنچه که گویی هستم. تو چنان که مینمایی هستی روی سخنم با اون مالک محترمیه که میاد اینجا میگه تو رو خدا پول لازمم، کارتو بذار کنار، ملک منو روش کار کن، بفروش، کمیسیون جدا، شیرینی هم بهت میدم. یه ما کار میکنی، مشتری میاری، ملکشو به قیمت براش میفروشی، شیرینی پیشکش، کمیسیون دفتر رو میخواد حساب کنه، میگه مگه چی کار کردی حالا؟ یا اون مشتری عزیزی که زنگ میزنه 2 ساعت تلفنی مشاوره میگیره، 2 روز 20 تا بازدید ازت میگیره، بعد اون میره تلفنش هم جواب نمیده که بگه آقا مرسی خوشم نیومد، آقا اون تلفن رو جواب بده. بدتر از همه اینا اون مالک و مشتری هستن که میرسونیشون به هم، با یه چشمک میرن یه دفتر دیگه مینویسن، کمیسیونت هم میره رو هوا. گفتم برسیم به اینجا که بابا هر کاری سختی خودشو داره، به خدا هر کی که پشت میز میشینه مفخور نیست، همه کلاهبردار نیستن، هر صنفی خوب و بد داره، همه رو با هم یکی نکنین، قضاوت نکنین. حالا اینا که همش شوخی بود، ولی بیاین یکم با هم مهربون‌تر باشیم.